بدون شک توی دکوراسیون اتاق خواب هم یه مواردی هست که ظاهر فضا رو ضعیف نشون میده و بدتر از اون این که کاملا هم رایجه، ولی خب خیلی راحت برطرف میشه. من شادیه بشیرزاده هستم و به عنوان یه معمار میخوام بهتون بگم اون عناصری که مطمئنم اتاق خوابتون رو خراب میکنن کدوم هست. بی تردید تخت مهمترین نقطه اتاق خوابه و بزرگترین و بارزترین مبلمانه. پس اگر هر اشتباهی داشته باشه همه چی به هم میریزه. در همین راستا دنبال روی ترند هایی که طرح‌های عجیب و غریب دارن نباشین، چون خیلی وقتها حتی به ویژگی های شخصیتتون هم نمیخوره. و اگه دوست دارین از رو تختی ها و ملافه های طرحدار استفاده کنین، بسته به سلیقتون برین سراغ گزینه های ملایم کلاسیک مثل راه گلدار یا چارخونه، چون ما که هر روز رو تختی نمیخریم، پس بهتره انتخابمون طوری باشه که بشه راحت همه چی رو باهاش ست کرد و زود قدیمی نشه. من که ملافه های ساده با رنگ های خنثی رو بیشتر میپسندم، شما رو نمیدونم. مخصوصا اگر سفید باشه، ست کردنش با هر مدل کوسن و کلا پارچه های دیگه راحت تره. ولی خب اگر از ملافه های رنگی خوشتون میاد، بهتره یه تونی انتخاب کنین که زیاد تیز و جیغ نباشه. مثلا به جای زرد کهربایی از خردلی درسته یا کرم استفاده کنین. به نظر من یکی از مواردی که خیلی تأثیر میذاره اینه که از شر تعداد زیاد اون نظم دهنده های پلاستیکی خلاص شین. وای، یعنی روی میز توالت، کشوها، همه جا که واقعا ارزش بقیه وسایلتون هم میاره پایین. خلاصه بی‌تعارف، نظم دهنده های پلاستیکی ظاهرشون ارزون و بده، مخصوصا اگر خیلی پر شده باشن یا رنگای خیلی جلب توجه کننده داشته باشن. اگرم شفاف باشن که دیگه بدتر، از اونجایی که همه چی دیده میشه حس شلوغی و به هم ریختگی ایجاد میکنن. اینم بگم وقتی میگم بد شکلن دلیل نمیشه برای بعضیا مفید نباشن. برای اونایی که بیش از حد لوازم آرایش دارن مثل اینفلوئنسرها قطعاً کاربردیه و شرایطو براشون راحت تر میکنه. ولی گذشته از معضلات پلاستیک بودنش، اگر مجبورین استفاده کنین، بذارین توی کشوها یا توی کمد یا حالا هر حالت دیگه‌ای که دیده نشه، که باور کنین اصلا فلسفه وجودیشون همینه، چون کاربردی ان، تزیینی نیستن. پس اگرم استفاده میکنین هوشمندانه استفاده کنین. و البته از طرف دیگه اگر دوست دارین وسایلتون هم مرتب و هم کاملا در دسترس باشن، مثلا روی میز توالت، به نظر من برین سراغ جعبه ها، صندوقچه ها یا حداقل نظم دهنده هایی که در عین کاربردی بودن قشنگ هم باشن و جنس و رنگ انتخاب کنین که با اتاقتون هماهنگ باشه. گزینه هم خیلی زیاده، پس اون نظم دهنده های اکریلیک رو یا نخرین یا از دید پنهان کنین. اصلا بیاین یه چالش برای خودمون بذاریم و کم کم پلاستیک ها رو از زندگیمون حذف کنیم، به نفع هممونه. یه نکته مهمم باید اضافه کنم، اگر نظم دهنده هاتون قراره در معرض دید باشن، حتما از رنگ های خنثی استفاده کنین تا ظاهر کلی فضا ملایم و شیک باشه. اینجوری عناصر مهمتر مرکز توجه اتاق میشن و به چشم میان. یکی از مواردی که به عنوان یه معمار باید بگم فاجعه است، پیدا بودن نوارهای LEDه. خود نور نوار LED نه ها، نوارش فرقی هم نمیکنه کجا استفاده شده باشه، دور آینه، دور مبلمان یا هر جای دیگه ای. اگر نوار یا اون نقاط ناپیوسته روشن معلوم باشه، ارزش اتاق کاملا هیچ میشه. البته باز تاکید میکنم اصلا مخالف نوار LED نیستم، چون واقعا گزینه خوبیه و نور ملایم و پراکنده و دلنشین ایجاد میکنه. ضمن اینکه اکثرا قابلیت تنظیم شدت نور دارن که برای اتاق خواب ویژگی حائز اهمیتیه. ولی اگر قرار باشه براش هزینه کنین، لطفاً درست نصبش کنین. لازم هم نیست پول بیشتری خرج کنین. باید یه جایی پیدا کنین که بشه مخفیش کرد. مثلا پشت آینه، پشت تاج تخت، که اگه تاج تخت ندارین تو همین ویدیو چند تا ایده خوب به اشتراک گذاشتم. زیر مبلمان شناور یا حتی زیر خود تخت که باعث میشه تخت شناور به نظر بیاد و خیلی جذابه. یا مثلا توی تاقچه ها یا قفسه ها. خلاصه از حق نگذریم، نوار LED اگر درست نصب شه میتونه دکوراسیون رو چند لول ارتقا بده. بهترین قسمتش هم اینه که زیاد گرون نیست. من همیشه میگم سبک و استایل خوب صرفاً پول زیاد خرج کردن نیست. سلیقه و انتخاب درست مؤثرتره. یعنی ظرافت و خلاقیت حرف اولو میزنه. در همین راستا برای اینکه انتخاب بهتری داشته باشین باید چند تا نکته اضافه کنم. اول اینکه از رنگ‌های خیلی تند و جلب توجه کننده پرهیز کنین. نور گرم یا نور خنثی انتخاب کنین.
دوم، حتما از دیمر یعنی تنظیم کننده شدت نور استفاده کنین که نور رو با توجه به تایم روز تنظیم کنین. سوم، نورتون رو با منابع دیگه مثل آباژور، روشنایی‌های سقفی یا هالوژن‌ها ترکیب کنین که فضا متعادل تر شه. یه مورد خیلی رایج که ظاهر اتاق خراب میکنه پرده های کوتاهه. ببینین پرده هیچ وقت نباید تا نصف دیوار باشه. پرده باید تا زمین ادامه پیدا کنه. وقتی پرده وسط راه تموم میشه خط دید رو قطع میکنه و باعث میشه اتاق کوچیکتر و سقف کوتاهتر به نظر بیاد که مسلما هیچ کس دوست نداره چنین اتفاقی بیفته. ولی در مقابل پرده های بلند و خوش فرم یه حس شیک و قشنگ به فضا میدن. ضمن اینکه هرچی پرده از دو طرف پنجره بیشتر ادامه پیدا کنه، موقعی که بسته است بهتر جلوی پنجره رو میگیره و موقعی هم که بازه مانع ورود نور نمیشه و دید بهتری هم داره. یعنی هم از لحاظ ظاهری مهمه، هم از لحاظ کاربردی. پس اینایی که میگم رو یادداشت کنین که دیگه تکرار نکنین. بالاش هم بنویسین دستور کامل پرده درجه 1. 1. میله پرده رو تا جایی که میشه بالا نصب کنین، نزدیک سقف. 2. پرده باید مماس با زمین باشه یا خیلی خیلی کم، فقط چند سانتی متر با زمین فاصله داشته باشه که کثیف نشه و تی کشیدن و جارو کردن هم راحت تر باشه. 3. از پارچه هایی با ریزش خوب استفاده کنید، مثل لینن، پنبه ضخیم یا مخمل، بستگی به سبک و شکل و شرایط زندگیتون داره. 4. رنگ های خنثی و بافت های ملایم انتخاب کنین که فضا رو گرم کنه ولی در عین حال شلوغ نشون نده. 5. اگه میخواین نور و دید رو بهتر کنترل کنین میتونین 2 لایه پرده داشته باشین، یه لایه پرده ضخیم و یه لایه نازکتر. اینکه کدوم زیری باشه و کدوم رویه بستگی به مدل پردهتون داره. یه کاری هم که با تکون دادن یکی از انگشتاتون میتونین انجام بدین اینه که این ویدیو رو لایک کنین که منم از این نوع محتواهای مورد علاقتون بیشتر به اشتراک بذارم. حواستون باشه وقتی تعداد زیادی از عکس‌ها بدون نظم توی فضا پخش میشن اتاقا خفه میکنن. پس حفظ نظم و استایل مهمه. مثلا یه گالری دیواری بسازین با قاب‌هایی که به هم میان، یا به جای قاب‌های کوچیک زیاد یه قاب بزرگ بگیرین که توش یه تعدادی عکس بذارین، یه جور کلاژ، یا یه عکس خیلی خاص انتخاب کنین و به یه تابلو هنری تبدیلش کنین، مثلا یه نوع چاپ خاص یا سیاه‌سفید. و نکته مهم این که اجازه ندین کل فضا رو عکس بگیره. با هنرهای دیگه مثل نقاشی، آینه یا بافت ترکیبشون کنین. یادتون باشه برقراری تعادل بین متریال ها و عناصر باعث میشه اتاقتون تبدیل به همون جایی بشه که دوست دارین. یه مورد دیگه که اگه نباشه اتاق معنی نداره تاج تخته. این عنصر کلیدیه، هم از نظر کارکرد هم از نظر زیبایی، ولی خیلی اصلا در نظر نمیگیرنش و تخت بی زبون وسط اتاق تنها میمونه. حواستون باشه که بدون نقطه کانونی پشت تخت دیوار خیلی بیروح دیده میشه و قطعا باعث میشه دکوراسیون اتاقتون ضعیف دیده شه. البته لازم نیست حتما تاج تخت فلان و بهمان داشته باشین. بسته به سلیقه و بودجه‌تون میتونین خلاقیت به خرج بدین. یکی از ایده های خیلی پرطرفدار استفاده از قاب عکس‌ها یا تابلوه که مرکز توجه ایجاد کنه. البته من خودم این روش رو پیشنهاد نمی‌کنم چون هم از لحاظ ایمنی هم از لحاظ روانی اشکال داره. ولی مزیتش اینه که میتونین از همون قاب‌هایی که الان تو خونتون دارین استفاده کنین و دیگه براش هزینه نکنین. یه گزینه دیگه نصب پنل‌های چوبی یا PVC-های سبک روی دیوار پشت تخته که به نظر من اگه چند تا کوسن به ترکیب اضافه کنین خیلی بهتر میشه. سومین ایده اینه که فقط رنگ دیوار پشت تخت رو عوض کنین چون یه رنگ و سبک خاص خیلی تفاوت ایجاد میکنه. کاغذ دیواری طرحدار یا کمی بافتدار هم همین تاثیر رو داره. خلاصه همین کارهای ساده یه بعد شخصی و خاص به فضاتون میده. هرچند که به نظر من هیچی جای یه تاج تخت قشنگ و ظریف رو نمیگیره که باید بگم اونم میتونید خودتون درست کنین. فقط به MDF، اسفنج یا پشم شیشه، پارچه، قیچی و منگنه کوب نیاز دارین. به این صورت که اول طرحتون رو بکشین، میخواین بلند باشه، کوتاه‌تر و مینیمال باشه، بستگی به سلیقتون داره. بعد بدین MDF رو به قسمت‌های کوچیک‌تر برش بدن یا خودتون ببرین که هم حملش راحت‌تر باشه، هم کارتون راحت‌تر پیش بره. بعد همه تیکه ها رو با فوم بپوشونین و با منگنه محکم کنین که
که لبه ها نرم شه و ظاهرش دلنشین تر شه. بعد دوباره همین کار رو با پارچه تکرار کنین. در آخر این تیکه ها رو کنار هم بچینین. اینقدر سبکن که حتی با چسب دو طرفه قوی هم میتونین بچسبونینشون و یه تاج تخت متناسب و شیک و تمام عیار خلق کنین. مورد بعدی که کاملا ظاهر اتاق رو ضعیف میکنه پخش بودن و نامنظمی وسایل کوچیک روی سطوحه. مثلا انگشتر، کلید، عطر، شمع و اینجور چیزا همینجوری قاطی پاتی ریخته روی میز آرایش یا پاتختی که هم تمیز کردن رو سخت میکنه هم چشم آزار میده. در حالی که یه راه حل خیلی خیلی ساده داره. یه سینی بخرین، همین. یه سینی دکوری بذارین روی پاتختی یا میز آرایش تا وسایل کوچیکو جمع کنین توش. این روش نه تنها نظم دهنده است بلکه باعث میشه اون وسایلتون هم یه بخشی از دکور بشن و ظاهر اتاق هم چند لول ارتقا بدن. پس حتما دقت کنین سینیتون قشنگ و مناسب سبک اتاقتون باشه. چوبی، مرمر، سنگی، بافتنی، هرچی، فقط خوش استایل و تکمیل کننده دکور باشه. یه مورد دیگه که خیلی توی ظاهر اتاق اثر میذاره نمایان بودن پایه‌های فلزی تخته. انگار لوله‌های حموم رو بذارین بیرون دیوار. مگه همچین کاری میکنین؟ نه. پایه فلزی تخت نقش اسکلت تخت رو داره. نباید دیده شه. ساده ترین راه هم برای پنهان کردنش دامن تخته. فقط اگر سبک دکوراسیونتون مدرن و مینیماله دامنهای پفدار و شلوغ نگیرین. یه مدل ساده با رنگ خنثی مثل سفید یا کرم روشن انتخاب کنین که با بقیه اجزا راحت‌تر هماهنگ شه. ولی خب اگر قراره یه تغییر درست حسابی ایجاد کنین یه پایه تخت خوش فرم و شیک هم گزینه خوبیه. یکی دیگه از مواردی که فضا رو ضعیف نشون میده مبلمان بیش از حد بلنده، مخصوصا وقتی سقف کوتاهه یا اینکه مبلمان جلوی پنجره رو میگیره. واقعیت اینه که یه زمانی تو دهه‌های 60 و 70 خورشیدی و 90 میلادی مبلمان بلند و سنگین مد بود ولی واقعا استفاده کردنشون سخت بود. طراحی‌های امروزی انسان محور شده، ارتفاعها معقول تره که هم راحت تر باشه هم فضا رو نمیبلعه. پس اگه دارین مبلمان جدید میخرین حواستون به ارتفاع باشه و اگر در حال حاضر توی اتاقتون مبلمان خیلی بلند دارین حتما نباید تعویضش کنین، میتونین جاشو عوض کنین. مثلا اگه یکی از مبلمان جلوی نور رو گرفته ببینش جلوی یه دیوار دیگه، یا مثلا به جای دراور بلند یه مدل کوتاه‌تر و پهن‌تر بگیرین که همچنان جا داره هم اتاق دلبازتر نشون میده. ضمناً نکته مهم اینه که بین ارتفاعها تعادل برقرار کنین، نه اینکه همه چی رو عوض کنین. بریم سراغ یه اشتباه خیلی رایج دیگه، دستگیره‌های شکسته مبلمان. فکر نکنین ایراد کوچیکیه ها. دستگیره‌های کشوها و درهای کمد اتاق خواب به علت زیاد باز و بسته شدن خراب میشن. خراب که شد یادمون میره و ولش میکنیم. در صورتی که همین جزئیات نقش مهمی تو زیبایی و کاربردی بودن فضا دارن. اصلا خیلی وقتا خراب نیستن، فقط شل شدن. یعنی کافیه اون پیچ رو سفت کنین و تموم. ولی اگه خراب شده و دیگه واقعا درست نمیشه برین سراغ مدل هایی که یکم فضا رو شیک‌تر کنن. حتی میتونین از همین فرصت استفاده کنین و کل مبلمان هم رنگ بزنین. لازم هم نیست ببرین کارگاه. الان دیگه کلی رنگ های مخصوص هست که راحت میشه با قلمو یا قلتک خودتون بزنین. خلاصه از من گفتن یادتون باشه جزئیات ناچیز نیستن، همینان که در کنار هم طراحی و دکوراسیون رو شکل میدن. مورد بعدی که کلی از زیبایی اتاق کم میکنه اینه که پاتختیتون قشنگ باشه ولی پشتش یا لمه سیم و کابل دیده شه. پس اگه دنبال یه فضای مرتب و تمیز و شسته رفته این، عناصر بدشکل و صرفاً کاربردی رو باید از دید پنهان کنین. یه راه خیلی ساده و اقتصادی برای مخفی کردن سیم‌های کنار تخت استفاده از نظم دهنده های کابله. این نظم دهنده ها هم ارزونن هم فضا رو خیلی مرتب‌تر نشون میدن. میتونین پشت پاتختیتون نصب کنین که سیما جمع و جور شن. هم ظاهر قشنگتر میشه هم تمیز کردنش راحت تره، چون واقعا سیمای ریخت و پاش پشت میز تمیز کردن رو سخت میکنه. ضمناً اگه پریز برق دور و بر باشه یه راه حل دیگه اینه که از چند راهی‌های مینیمال استفاده کنین که میتونین بذارینشون کنار دیوار پشت مبلمان. اینطوری همه چی همچنان وصله ولی کابلا مثل مار پخش نمیشن وسط فضا. این لوازم کوچیک کاربردی و راحتن و در عین حال بدون اینکه پول زیادی خرج کرده باشین ظاهر اتاقو چند برابر بهتر نشون میدن. رسیدیم به یه مورد جدی‌تر،
دیوارهای نمدار و لک شده. حالا چه دلیلش رنگ بی‌کیفیت باشه، چه بر اثر نظافت باشه، چه هر دلیل دیگه‌ای، به هر صورت تاثیر خیلی بدی میذاره. میدونین خیلی‌ها فراموش میکنن که تا وقتی خود فضا تمیز و درست نباشه هیچ جزئی از دکوراسیون نمیتونه نجاتش بده. پس حتی شده بنویسین که دیگه یادتون نره، چون بیس و پایه کاره. یعنی اگر قرار باشه یه مورد اولویت قرار بدین، همین نظم و تمیزی فضاست. البته که توی کل خونه مهمه، ولی توی اتاق خواب حیاتی تره، چون پای سلامتی بیشتر در میونه. رطوبت میتونه باعث رشد قارچ و کپک بشه، هوای اتاق آلوده کنه و آلرژی و مشکلات تنفسی ایجاد کنه. توی موارد حاد حتی میتونه به ساختای دیوار هم آسیب بزنه. پس یه دستورالعمل هم برای این بگیم. 1. منبع مشکل رو پیدا کنین و برطرفش کنین. نشت آب، لوله خراب، رطوبت از بیرون خونه، خلاصه هر چی که هست. 2. ناحیه آلوده رو با سرکه سفید یا وایتکس رقیق تمیز کنین تا قارچ‌ها از بین برن. 3. از پرایمر یا بتونه ضد رطوبت استفاده کنین که دیگه نفوذ نکنه. 4. رنگ ضد رطوبت یا تنفس پذیر بزنین و حتما کل دیوار رو رنگ کنین که یه دست در بیاد، نه فقط روی لک. اگه دوست دارین بیشتر درباره دکوراسیون و طراحی داخلی یاد بگیرین، به نظر من این ویدیو رو از دست ندین. از هر کجا با من همراه شدین بدونین که خیلی عزیزین برام. در آرامش و آسایش باشین تا ویدیوی بعدی.